سلام. ای دادر گرد دهر آواره، سلام. لخت جگر مادر بیچاره، سلام. ای فرد مسافره که دایم بره این ره وطنت شده است همواره، سلام. ای بچه جان یاچه دامادی شدی، پول کافته مرد کاری رفتستی، سلام. در کشور بیگانه به مهر کسان، صد حیف جوانی حیف گفتستی، سلام. ای خواهرکی که کودکت در وطن است، چرخ فلکت کجا فکنده است، سلام. میخواهی ببینی بوس گیر آغوش، افسوس که رهگیرا بلند است، سلام. دانشجویی که معلوماتت عالی است، روزت نگذشت و رفتی از جاده، سلام. اندر وطنت دور تقاداران است، در کوی غریبی زار افتاده، سلام. مادر بس کن دیگر مهاجر زایی، یک بار بکوش تا که تاجر زایی، پر کردی زمین روز از لخت جگر، کارت شده روز و شب مسافر پایی، سلام. سلام بیننده و شنونده گرامی قدر، السلام علیکم بر کل نفرانی که تا این دم انتظار بودند. یک تا جمع می شدند. من نگاه می کردم یوتیوب را، یک نفر انتظار است، دو نفر. بحث آغاز شد، بحث ها را خواندم. یکی گفت حالا سر می شود برنامه، خواب می بیاید. من دلیرتر شدم، گفتم برنامه را شوخ می برم، با جد و جهد می برم تا بیدارتر شوند. بحثتان را گوش کردم. واقعا دوستی بینتان حکم فرماست، دوستی بینتان پایدار است. بر کل نفرانی که در بحث اشتراک کرده ایستادند در کامنت ها، برایشان السلام علیکم، یعنی سلامتی بر دوام میخواهم برای همه‌تان. خب بسیار از کلمه ها هنگام ترجمه هم معنایشان را گم نمی کنند. السلام علیکم یعنی سلامتی میخواهم. روس ها هم میگویند здравствуйте یعنی با تو سلامتی میخواهم، یا اینکه رحمت میگوییم یعنی خدا به تو رحم کند. روس ها میگویند спасибо یعنی دستپسو тебе بوخ. انا همین خیلی معنا دارد، سپاسی بوخ. اونجا یک حرف افتاده спасибо شده است. خب چرا روسی و تاجیکی رو فقط گفتم؟ السلام علیکمش عربی است، چون که بیشتر تماشابینان ما در ملک روس هستند و در دیگر کشورها هم هستند. امروز برنامه ما آنقدر غمگین کننده هم نیست. نسل فردای مهاجر کیست؟ یا شاید برای نفرانی که آینده را نمیتوانند روشن‌تر نگرند و دیده ایستادند که آیندهشان در پیش نظرشان باز هم مهاجر به وای میرسد، اندکی غمگین باشند. به هر حال نظر همه جاده، نظر همه سطح خودمان را اینجا سنجیدنی هستیم. میتوانند زنگ زنند، هم طریق ایما و هم طریق لینکی که اینجا گذاشته شده است وارد شوند، انگشت نهند بر تلفنشان که در شبکه یوتیوبی هستند، شبکه تلویزیونی پیام، و با برنامه وارد شوند. نسل فردای مهاجر مسافر. از سلامنامه‌ای که در آغاز برنامه خوندم الکی معلوم است که درباره در کدام موضوع حرف می رود، سخن می رود. اینجا مسافر 30 سال پیش بر هجرت رفت، دید مهاجرت را، رنج کشید، عذاب کشید و می بیند که فرزندش کلان شده ایستاده است. پسر باشد الکی تیاری می بیند بعد مکتب یا بعد دانشگاه فوراً به روسیه جغ می زند، پسرش را هم همراه کار می کند. یعنی مسافر مهاجر در وطن تیار شده ایستاده است، گویا یک کارگاه استحصال مسافر باشد، کارگاه استحصال کارگر باشد. تاجیکستان قوه کاری استحصال میکند، روسیه از آن استفاده میبرد. من بسیار میخواستم که بغیر از زبان روسی، زبانهای آلمانی و انگلیسی و دیگر زبانهای دولتهای غرب اروپا را هم در وطن فراوان درس گویند، آموزانند که
تاجیکان معلوماتناک ما لااقل رفته در آن کشورهای اروپا سیقل دهند لیاقت خود را، استعداد خود را و در جاده های علم و معرفت هم کار کرده باشند، نه فقط رنج زیاد مهاجرت سنگین را بر دوش کشند. خب نسل فردای مهاجرت فقط غریبی، عذاب، درد و رنج نه، حکمت هم دارد. هر روزی که بر سر بنده خدا می آید حکمت هم دارد. میگویند که اگر خدا دهد همتش، اگر ندهد حکمتش. از بنده نخواهد که دهد منت میکند، ندهد ذلت میکند، خواری میکند، میدهد. از خدا خواه میگویند. همین مسافرت هم مهاجرت هم حکمت دارد. خیلی از جوانان ما زبان آموختند، زبان روسی را دنیا دیدند، کمتر دیگرگونی های هم در بیرون کشور دیدند که دنیا فقط همان دهه و اطراف آن یا هر زمان رفتن به شهر و اطراف شهر و ولایت نیبود. خیلی بسیست دیدند روسیه را و اکنون دنیا که با امید است کوشش میکنند بهترش را هم بینند، کوشش میکنند در روسیه دیده هایشان را در وطن رفته همان پیشرفت را راه اندازی کنند. البته که صد راهشان خیلی ممنونیت ها هست، اما باز هم کوشش میکنند. من صحبت کردم با یک چند نفر که در اروپا هستند، در روسیه هم هستند، اونهایی که میتوانند سیقل دهند دانش خود را، اونهایی که کوشش کردند میخواهند باز هم رو به رواج نهند در جاده علم و فن، در اروپا هم در روسیه هم هستند. بسیار خودسند شدم. من یک شهروندی تاجیک در روسیه که شهروندی گرفته است در المپیاده های توکیو جای نمایان گرفت، مدال آورد. البته بر روسیه آورد، افسوس که بر تاجیکستان نه، چون که شهروندی روسیه گرفته است، افتخار روسیه شد. اگر شرایط خوبی می داشتیم و در وطن میماند افتخار وطن میشد. از تمام آسیای میانه امسال ازبکستان در زینه اول است، در زینه‌ای که یگان کشور آسیا دیگر برابری آن نیست. دایره ورزش گفتنی هستم. ورزش هم یک سعی و کوشش بالا برداری نام وطن، نام کشور خود است. خب بینندگان گرامی و عالی قدر برنامه پرنده های مهاجر که گوش بر صدای ما دارید، من در آغاز برنامه سلام نگفتم بر کودکانی که هر بار به آسمان نگاه میکنند، طیاره ها سمالیات را میبینند، هواپیما را میبینند، شعر میخوانند: سمالیاتی وروره سیر کجا میپره، سمالیاتی بیرقدار داده جانم بیار. هر بار نگاه میکنند میگویند انا پدرم با همین میآید و پدر را البته با خلطه های پر آرزو میکنند. خلطه هایتان پر، کیسه هایتان پر باشد پدر جانای عزیز هنگامی که بر وطن برمیگردید. خداوند همه شما را از ناآمدی کار، از راهزنهای راه نگاه دارد، از راهزنهای وطنی هم نگاه دارد که همین که دیدند از روسیه مهاجر آمد، 10 دسته 10 چشمه بر کیسه وی می نگرند، باز هم سر می شود پول این پول آن پول انداز و دیگرها. پگاه مکتب، سال نو تحصیل آغاز می شود و کبوترکانی که لباس سفید و سیاه پوشیده سوی مکتب تازه و آزاده رهسپار می شوند، راهشان سفید. در جاده علم کامیاب باشد، خوانید، آینده عالم شوید، دانا شوید، انسان بزرگ شوید مهم و وضع تاجیکستان عزیز را البته که دیگرگون کنید. تبادلات باید باشد، آموزید و امید بران بندید که آینده ما خیلی خوب می شود. خداوند دستهای سوی بانیا سویش دراز شده را خالی بر نمی گرداند. خب بر نفر تحفه می دهید، کدام تحفه بهتر است؟ می دانید تحفه که همان آدم نیاز دارد بر همان ندارد همان را.
مثلا بر نفر یک لباس میدهید که نهایت نیازمند لباس بود و به خانه 2 تا نان میبرید که کودکانش گرسنه هستند، بهترین تحفه برایش همین نان است و بر خداوند دست نیاز دراز میکنید و همین مقبول است از جانب بنده بر خداوند. چرا که خداوند که خودش نیاز ندارد بر چیز نیازمند چیزی نیست، دست نیاز سویش دراز کردن خوش می آید. برو به درگاهش کی آوردی و گشتی به نصیب، چون گدا کاهل بود تقصیر صاحب خانه چیست؟ ما که یک روی میکنیم، کاهلی میکنیم، دست برداشته ده گفته التجا میکنیم خداوند، البته که این نیازهایمان را نبرآورده نمیماند. پرنده های مهاجر، نسل فردای مهاجر کیست؟ اکنون از حکمت مهاجرت هم میگویم. حکمتش چیست؟ فرزندانشان را نفرانی که گرفته بردن در روسیه، امروز من بسیاری ها را شنیدم که معلمانشان با یک افتخار بلند نسبت این فرزندکان مراجعت میکنند، نه همهشان پست میزنند و میگویند که از دیگر جای آمده با زبان خودشان. هستند نفرانی که در احترام قائل هستند، چون که همان رسالت آموزگاری را نگاه داشته معلمان هستند، کسب خود را مقدس شماریده ها هم هستند. انا در همین کشور اروپایی که ما حضور داریم، معلمان مکتب ها تلاش می‌ورزند که فرزندان همین مهاجران از دیگر کشورها آمده را بیشتر در صنفشان جلب کنند. میگویند نسل شما خواننده است، میخواند. صنف‌های 8م، 9م، 10م عین وقتی که دختران در حال گذریش هستند و الکی لباس تغییر میدهند، رفتار تغییر میدهند، حتی راه و رویششان، رهگردیشان، مناسبتشان، معاشرتشان تماما دگرگون می شود. شکر خداوند که دختران ما رسم و عادت ملی ما را نگه می دارند. هرگز مویشان را 3-4 خیل رنگ و بار کرده، کرته های نیمه‌عریان پوشیده، پاشنه های بلند و باریک پوشیده در کوچه ها نمی گردند و در اینجا آموزگاران هوس میکنند بر دخترکان ما که هرگز آداب و اسلوب را ترک نمی کنند. این هم یک افتخار است، افتخار ملت ماست، افتخار مسلمانان است که نه فقط ملت ما نسبت تاجیکان و ازبک ها و چچن ها و دیگر ملت های گوناگون اهل اسلام هم تعلق دارد البته، و زبان های دیگر را هم خوب می آموزند. تاجیکان ما عینی حال اگر مرا تماشا کرده ایستاده ها در کشورهای غرب اروپا هم باشند، می توانند زنگ زنند، در طریق ایما هم می توانند با چهره خود هم گفتگو کنند، اینجا که بچه موفقیت های نائل شدن در کشورهایی که آنجا تحصیل راه باز است، آنجا جدا نمی کنند این فرزندی کدام ملت، اینش فرزندی که اونجا از روی دانش، از روی ملکه بها می دهند. بر خوانندگان زنگ زده تا چه اندازه آموخته ایستادند، سیقل یافته ایستادند، می توانند حرف زنند. و طرف دیگر، جاده دیگر، خب اگر در روسیه فرزندکانتان حقوق کامل ندارند، اگر دشنام میشنوند، اگر حرف قبیح از آموزگاران میشنوند، اینش را هم می توانید زنگ زده گویید از کدام جهت کمبود دارند، از کدام جهت خاری ذلت میکشند، آیا میخواهند فرزندکانتان که در مکتب های اونجا رفته تحصیل کنند. اینش را هم میتوانید زنگ زده با ما حرف زنید گویید تا دیگران شنیده باشند. البته خب 123 نفر با ما را عین حال تماشا میکنند. لایک مانید، لایک به پول کو. میگویم باز یک بار دیگر من شما را دوست میدارم. برنامه گذشته یک شعره که بود، همه با من در فیسبوک با همه جمله آغاز کردن سخن را، ما هم شما را دوست می‌داریم گفته. خب ایمان دوستداری خود و دیگران را می‌آموزد. میگویند انسان هایی که در دل یک شعله امید، یک شعله ایمان دارند، یک دیگر را دوست می‌دارند و پایدار است بینشان مهر، محبت، صمیمیت، یک دیگر فهمی، وحدت، همه چیز پایدار است. پرنده های مهاجر، پرنده های غریب، کجا شده ز میهن برای نان و نصیب. پرنده های مهاجر
پرنده هایی که برای بریده نان حلال اهل وطن امروز سعی و کوشش میکنید در ملک بیگانه. انا امروز روز آخرین تابستان گرم به آخر رسید. انا شام شد، در ما شام شده ایستاده است. عین حال در وطن الکی تاریک است میدانم و از پگاه سرکرده تیر ماه سر می شود، تیر ماه زرین خزانه سر می شود. یک قدر با برابری تیر ماه را دیدن حزن دل آدم را فرا می گیرد. غمگینی نه فقط از همان هوای تیر ماه، از منظره های تیر ماه. اگر با خرسندی نگرید زرخیز هم گفتن ممکن، عین وقتی غنداشتن غنوچین حاصل است. غمگینی اساسا مردمی که این همه حاصل و محصولات را ندارند آنها را فرا میگیرد. زمستان در پیش است. گفتند که کیلوی انگشت سنگ 3 سامانه شده است. کیلوی گازی مایع 8 سامانه. راه خیلی گران شده است. امروز در خبرها خواندم که تاکسی های دوشنبه 7 تا 15 سامانه مبلغ راهگیرا جمع کرده ایستادند که نهایت این حالت ها حزن‌انگیز است. این حالت ها قیمتی هم راهگیرا که قیمت شد، نرخ باز بالای مصالح خوراکه اول می افتد و پوشاکه اونقدر توجه نمی کنند. نرخ بالای خوراکه خیلی زحم می شود. می گویند راهگیرا قیمت قرب پول هم بازیده می استد. اینجا هم نرخ بالای محصولاتی که تناول می کند مردم می افتد. باز هم وزنینی بالای سر مردم عادی است. کم ترک معاش آموزگار و دکتر را می بردارد، فوراً محصولات قیمت می شود، خوراک و پوشاک قیمت می شود. عجب قانون های زندگی، قانون بسیار دارد زندگی، راه ناهموار دارد زندگی. نانوشته قانونش را خواندم، نیش های خار دارد زندگی. خب در اسپیرانتورا می خواندند طالب علمان، نفر بر عالمی که درس می گفت که معلمی عزیز، ما تا درس آینده شما را سخت پزمان می شویم، انتظار درس های پرمحتوایتان هستیم. اما یک سوال دارم. معلم گفت بفرما چی سواله؟ خواننده گفت وقتی شما درس میگویید لذت برده گوش میکنیم، یک عالم معانی را فرا میگیریم، اما وقتی که در خانه در کتاب های درسی همان درس را میخوانیم اینقدر لذت برداشته نمیتوانیم. چرا چنین باشد که خودمان خوانیم لذت نمیبریم؟ آموزگار گفت میدانی وظیفه زنبوری عسل چیست؟ شاگرد گفت بله عسل خوان میکند. از کجا؟ از گلها. بعد آموزگار گفت کو یک گل را گیر، کنی یک گل را بگیر و خورده بین چی خیل؟ خواننده گفت البته تلخ است. بعد آموزگار گفت معلم هم نقش زنبوری عسل را میبازد. از کتاب ها، از ادبیات های گوناگون، تاریخ، از خیلی جاده ها می آموزد و مغز آن را، شیره آن را، شیرینی آن را برای شما آورده تقدیم می کند. برای همین هم وقتا معلم می گوید خیلی شیرین است. وقتا که طریق شبکه فیسبوک از من پرسیدند که همان شعرهایی که در برنامه میخوانید التماس به ما روان کنید، روان کردم. خواندند و گفتند در برنامه دیگر بود که در برنامه همان بود، فقط من شیرین برایتان قرائت کردم تا در مغز شما نشسته باشد. از تای دل اگر قرائت کنید همان از شعر، همان شعر است. خب کنی گپ زنید، شما هم زنگ زنید با ما در صحبت باشد. نسل فردای مهاجر کیست؟ آیا فقط ما میتوانیم فرزند مهاجر مسافر عذاب کشنده برای پول در کوچه های سرد و گرم و روسیه در غریبه فقط در همین سمت میبینیم، یا فرزندانتان همراهتان در روسیه هستند و آینده هم دارند، یا در روسیه زحمت کشیده کار کرده میفرستید اینجا مادر جان اهل تمیز و آداب و اخلاق و اهل دانش است و فرزند را طبع دل شما به وای رسانیده ایستاده است؟ کدام از سوالهای من جواب دارند؟ می توانید با ما پیوسته در برنامه صحبت کرده ابراز کنید. نسل فردای مسافر را چگونه میبینید؟ کیست نسل فردای مهاجر؟ دختر است، عالم است، مربی خوب است،
کیست؟ نفر وارد شده نسیم جان دولتوف. بله السلام علیکم. و علیکم سلام اپا جان، خوب هستین تنجین؟ بله شکر خدای خوب و فرد این روزها را بر ما فراهم آورده. خوش آمدید به برنامه. تشکر زیاد، زنده باشین اپا جان. خوب الکی نبیره ها سر کردن به مهاجرت آمدن اپا جان. از دست این حکومت ظالم ما الکی نوبت به نبیره ها رسید. 30 سال است که جناب رحمانов در سر قدرت است و در 30 سال برای مردم خودش یگان زواد و فابریکه هم نساختند و امروز نوبت به نبیره ها رسید. از مثلا پدری من می اومد، بعد از پدرم من اومدم، بعد از من امروز پسر من در روسیه است. خب نوبت به نبیره ها رسید. تا حال ما یگان پیشرفت یگان چی ندیدیم در تاجیکستان، فقط ما به عقب رفته ایستادیم. شما امید دارید که نبیره شما اقلا در روسیه خوانده یک نفر ارزنده می شود آنجا که به دانشوران احترام هست یا نه؟ خب اونش خدا میدوند، اما همه برای فقط به خاطر کار اینجا می آیند، به خاطر خواندن نه. فقط کار، یک لقمه نان یافتن یا به خاطر زن گرفتن، نمیدونم. هر نفر یک مقصد دارد، اما خواندن خیلی کم است. با مقصد خواندن آمده باشد خیلی کم است. بله یگان برای همین واقعا برای ملت تاجیک، برای مردم تاجیکستان یک مصیبت است و باید که مردم هوشیار باشند. باید مردم دیگر نمی شود این گونه. آخه 30 سال از 30 سال نخواد که یک ملت دائم مهاجر در بدر باشد. و حتی خوب میلش مهاجرت همه دارند، هم ازبکستان دارد، قرقیزستان، دیگر دولت ها هم دارد، اما از همه بصاحب ترین مردم ملت در روسیه ما هستیم. حق و حقوق ما را پایمال میکنند در اینجا، اما ما هیچ صاحبی نداریم. بله طرفگیر نداره. من در وسایل اخباری من خواندم که 37 نفر مهاجران را از آنجا دیپارتاسیا کردن، یعنی بیرون کردن. در کجای جنجال؟ بله. اما سفیر ما مرده است، خواه کار ندارد. با این سفیر هیچ دخالت نمیکند در این کارو. حالا آنکه 65-70% بودجه کشور همین مهاجرات تشکیل میکنند اپا جان، اما سفیر چیکار دارد میکند؟ سفیر وزورشین نارادی نمیفروشند، همون یک کاغذ ناچیزی که با زبان تاجیکی بازگشت به وطن میشود چی میشود، اما وزورشین نارادی نمیفروشند و پاسپورت و حجت رانندگی. دیگر به هیچ کس، به یگان مهاجر کمک نمیکنند اینو. حتی یک همین امضای همون سفیر 500 روبل میشینه. یک امضای سفیر 500 روبل میشینه. و خدا قسم این یک نمیدونم چی بگم، بشرفی حکومت تاجیکستان است. ننگ است. بله بشرفی ننگ است. بله. شما که از نبیره ها گفتید پس برادر هستید. امید نمیکنید نبیره ها را بر وقتر گرفته در خود همان روسیه در مکتب های آنجا مانید، هم در زبان هم زبان میابد؟ اپا جان اگر شرایط می داشتیم، شرایط می بود، ما میخواهیم که بخوانند، اما او شرایط ها نداریم اپا جان. بله افسوس. وقتی ترجمه های ملت را میخوانیم میگویند که بابا و بابا کلانش هم عالم بودند، بابا و بابا کلانش شاعر بودند، یا میگن دکتر یا آموزگار بودند. امروز افسوس نسل فردای ما چی میگویند؟ بابا بابا کلان من مهاجر بودند میگویند. خیلی متاسفانه گفتنش به درد است. بله، اما متاسفانه امروز ما نگاه میکنیم که همه شاعر و نویسنده و روشنفکرای این ملت همه زندانی هستند، یا کشته شدن یا بیرون از وطن هستند، در بدر هستند. و خدا قسم آینده این ملت چی میشود خدا خودش میدونه. خب من این دیدگاه من است، نظر من است که من فکر میکنم که وطن ما، ملت ما، کشور ما در خطر است. این فکر شخصی من است. با این حکومت ما داریم و این پارلمانی که ما داریم، ما واقعا کشور ما در خطر است واقعا. برای همین باید مردم هوشیار باشند، بیدار شوند، متحد شوند. و همین فرزندکان اگر برای بیداری آموزند و باید بیدار شوند، ناآموخته بیدار شدن خطرناک است. آموزند و باید بیدار شوند، شاید که فردای ما سرگون باشد. بله درسته، اما این سیستم، این رژیمی که ما داریم
همین سیستم را، یعنی این رژیم همین سیستم را در تاجیکستان جاری کردگی است که باید که به سین 18 درآمدی حتما باید تر ابله و سر شود، تر باید حتما ابله و به خدمت حربی ببرد و با همین یعنی همین سیستم جوانان را میترسانند، جوانان از وطن فرار میکنند میان در روسیه به مهاجرت. 18 که درآمد حتما باید به مهاجرت بگریزه بیاید. این یعنی یک سیستم همین رژیم است. تشکر زیاد افا جان. به شما هم خیلی تشکر که اولین نفری که زنگ زدید و سخنهایتان جان دارد. من اعتراف میکنم سخنهایتان را. ما هم خیلی میخواستیم که اولی ما دکتر کلام کنیم، اما ما هم مهاجر به دنیا آوردیم، ما هم فرزند مهاجر داریم که برای بریده نان اهل هموطنان کار کرده ایستاده است. اهل وطن افسوس متاسفانه چنین است. یک دولت هست در جای یخبسته است، ایسلند یعنی جای یخبسته، شهر یخبسته میگویند، ایسلندیا میگوییم ما. در همان ایسلندیا گریزه های یک کشور از دست همین دیکتاتورهای کشورشان به داد آمدند و برآمده رفتند و اونجا یک دولت دموکراتی تشکیل کردند. یخبسته بود تماما. دولتی تشکیل کردند که از کشور خودشان خیلی پیشرفته تر شد. این خیلی حالت ها هم هستند، اما تاجیکستان ما نه اون که در خلق بسیاری دارد، باز پهن و پریشان هستند و ما اقلا این خیلی امید هم کردن نمیتوانیم که یگان جای را آباد کرده دولت نوی از توی دل خودمان میخواستگی را بنیاد کنیم. این حالت هم ناگزیر است، نمی شود، امکان ندارد. افسوس. خب تشکر. یک دولت آباد را به عقب برده ایستادند، به جایی که ما پیشرفت بکنیم به خدا قسم به عقب رفته ایستادیم. سال تا سال مهاجرای ما زیاد شده ایستادند، کم نه زیاد. اما جناب رحمانov در هر برآمدش میگه که ما 500,000 مهاجر داریم. سال تا سال زیاد شده ایستادند. این حکومت خائن و خیانتکار بازم انکار میکند که ما 500,000 داریم و 2 میلیون نداریم. تشکر زیاد افا جان. قریب شهروندی قبول کرده ها 9 میلیون شدن. نفرانی که شهروندی قریب 9 میلیون شدن. 500,000. باقی خیلی نفران غیر قانونی هم به حد بسیارند هنوز اونجا. همه آنها زیاده از 300,000 غیر قانونی داریم. بله خیلی بسیار، خیلی بسیار. کوچه های روسیه بعضا تاجیکان به روسیه رفته می آیند، روسیه را ناموخته می آیند، میپرسی که چگونه نتوانستی، آموزی میگن 4 طرف پوری تاجیک با کی روسی حرف زنیم. این بله 100% درست. بله متاسفانه چنین هست. اما دنیا زنده باشین افا جان. تشکر زیاد. امید می‌بندم. پیوسته از ما زنگ زده ایستادند، از ما قبول کنیم، بعد نوبت بر پنجکین یک دادر دیگر هستن اینجا. حالا از ایما قبول میکنیم. بله السلام علیکم ایما. گوش میکنم. الو. از ایما پیوستن. بله گوش میکنیم. میشنوید؟ آواز من خوب میاد افا؟ بله بله خوب میآید دادر. گوش میکنم. نسل فردای مهاجر کیست؟ نه دایره همین موضوع؟ نسل فردای مهاجر کیست؟ همین بود موضوع شما. بله درست همین موضوع. نسل فردای مهاجر کی میشد؟ همین تاجیک میشد. اگر تا وقتی که امام علی از قدرت نرود، تا عصر 22 هم اگر باشد، همین تاجیک مهاجر میشود و غلام میشود و امید بر فردای درخشانتر ندارید شما؟ آیا راه هست بله مردم دیگرگونه باشند؟ بله اگر خشت بارم اگر بچه رحمانوف پرزیدنت شود، با همون غلامی و با همون سرسان و سرگردانی و بین تاجیک و تاجیکستانی نمیرود. من حق فکر دارم که وایها پیشروی تاجیکستان رو نمیخواهند و یا غلامی تاجیکستان رو میخواهند، برای آن که خش تبارش
اون کسانی که خدمت و خدمتگارش ویها شاهانه زندگی کند. برای دیگرها ویها گمراه باشد، باید نادان باشد. تاجیک و تاجیکستانی خب بله برای تاجیک و تاجیکستانی باید نادان و به عقل و غلام باشد و اداره کردنش تا آسان‌تر اینکه ویها باشد. شاهانه زندگی کند. بله بله. همین خب یک چوپان در بالای رمه گوسپند هست، های گوید اسم میرد های گوید اسم میرد کو. همین تاجیکستانی هم هر یک تاجیکستانی هم خیلی شده رنگ رمه گوسپند های گفته اسم های کردوس، های گفته اسم های کردوس. اما برای دیگر آن که همیشه سعدی گفت گوسفند از برای چوپان نیست، بلکه چوپان برای خدمت اوست. چوپان باید خدمت کند تا شرایط زندگی گوسفندان خوب باشد. همان اپجان این قانون حاضر رمه و چوپان و چوپانی که در گوسفند بالای هم. سر تاجیک ایستادگی است، چوپانی که در بالای سر تاجیک حاضر ایستادگی است و نه ایمان دارد نه یک دیل دارد، یگان چی ندارد. به نظر من که به نظر نه فقط من در نظر نیم تاجیک و تاجیکستانی که وای رحم به تاجیک ندارد، رحم ندارد. برای آن همیشه من گفتنی همین گفتنی دارم که هر یک تاجیکستانی التماس کم ترک مهر و غرور تونک بدار انا کنیم. برای همین نسل فردا را بیدار بدار کردن. شوین، خب بدار شوین. بچی راه رفته استیم ما. روسیه نه همه وقت ما را قبول داره. تصور کنید که روسیه پگه قبول امین من کند قبول کنی را تاجیکستانی را من کند که قبول کنی را کجا میروین شما؟ انا اینش بله افسوس کجا میروین شما دیگه؟ وای وقت حاضر سر وقت است که گرفتی یک آدم آورده ماندن در کار که در حقیقت در فکر تاجیک باشد، در فکر وطن باشد. شناسد که ملت امام علی چیست، داند رحمانوف، که سیاست چیست. بله نه فقط امام در علی فکر خودش رحمانوف باشد. اون قدر که وای قدردانی میکنن در تاجیکستان، وایها به خاطر وظیفه قدردانی میکنن، بله درست. به خاطر یک چیز دیگه نه. درست به میگه. خاطری از وظیفه نگیرد یا که یگان وظیفه بلند کرد و انا همین وظیفه هم خیلی امام علی رحمان پیشوای ماست، امام علی رحمان خیلی ماست، لیکن با چشم سر اگر بینگریم یگان پیشروی نیست، یگان فقط 30 سال فقط چه خیلی که شما گفتین زن تاجیک فقط مهاجر تولد کرده است. بله 100% من در همه فکر شما من راضیم. بله هستند نفرانی که می آموزند معلومات دیپلم عالی من روز چه اپا جان بخشش روز چه شما گفتید سمالات هوایی دادا جان رو بیارین، ما وقتش دارن همین گپا میگفتیم، ما هم همین وقتش دارن همین گپا میگفتیم که سمالات میدیدیم، ما یاش بودیم سمالات ها میدیدیم، سمالات هوایی دادا جان رو بیاری. هر یک فرزند تاجیک این چیز را میداند. برای آن هم برادرها خداوند به ما نعمت بزرگ داده. کودکان خود که فرزندان شما هم همیشه را میگویند راه شما را انتظار میشوند، اما خدا نکند که نبیره های هم تکرار کنند. نه لیکن من نمیخواهم که چه خیلی که من عذاب کشیدم، چه خیلی که اون چیزایی که من دیدم فرزندانم بیند. من نمیخواهم این چیزا. من هم هرگز نمیخواهم. برای آن همیقه از ما دیده بهتر برای آن همیقه برادران تاجیک و تاجیک دار شما فهمین گیرین که امام علی رحمان هیچ وقت در فکر شما نیسته و در فکر اوله شای و در فکر فرزند شای. برای آن که همین
چه بگم با زبان روسی نه با زبان تاجیکی با زبان روسی میفهمونم که همین من در خبر مالک خب نفر دیگر پیوستن. خب تشکر. سخناتون خیلی جونکن و دردناک هم هستن. از اپاجان از کسی بود عقب داشتم که با فکر من نه پیوسته ماندن صدایشان یک باره. اگر اگون طرفدار امام رحمان باشد پیوست کن التماس از شما قطعشان اگر زنم طرفدارشان باشن میپیوندیم. بله اگر باشن ما از با فکر من که من داشتم که خب من شما داشتم نکنم خب سمیر در نظر احمد نیاز افتادن. خب سمیر مرحمت. سلام علیکم آقا. و علیکم سلام. دایره موضوع فقط صحبت میکنیم. نسل فردای مهاجر کیست؟ آینده تاجیکستان را آیا از نسل آینده ما بهتر دیدن امکان دارد؟ البته دو نفر جانب منفی رفتند. اگر ترازو گذاریم و ریتینگ معین کنیم دو نفر آینده تاجیکستان یا را داره مثلا امید دیکتاتور است و من باید نمشنه میگم برای که زبان من نشود ای حرومی را گم کردن دکره بعد شاید وطن ما بود شود شاید نه باید آقا شود. اون برادر بسیار من باید دشنو نکردم معاشرت رعایت میکردید خوب بود. راههای را هم اگر پیشنهاد میکنید این حال ما را خیلی ها تماشا میکنند شاید فرزندکانشان در روسیه باشند و یک روحیه تازه از ما گرفته توانند که در همه جا فرزندانشان را آموزانند بیدارتر کنند هوشیارتر کنند تا در وطن یک تبادلات به وجود آورده توانند. تبادلات برای خونریزی نه فقط برای جنگ و جدال نه آرامانه. بله بله افا نکی فهمو افا نیک ما میخواهیم که عمرمونه ما میخواهیم که وای که خوش ورم نکی نمیگه ما افا سی سال میشود که زنان ما خواهران ما تجاوز میکنند در تاجیکستان باشد در فدراسیون روسیه باشد در وجود ما باشد افا جان از هیچ نمونده است قدر قیمت هم دیگه برای همین با اون میگه که خوبی این شویر نشوه خوبی نمیشه وقت یک زمان در فیسبوک شبکه فیسبوکی من یک دانستنی گذاشته بودم که در نشان دولتی استرالیا یک حیوان و یک پرنده هست شترمرغ و کنگورو. میدانید برای چی در نشان دولتی استرالیا همین ها رو گذاشتن؟ درگیر باش. یک طرف شترمرغ هست یک طرف کنگورو. این برای آن نیست که این حیوان ها در همانجا هستند. این برای آن است که این حیوان ها همین پرنده و همین حیوان به قفا قدم گذاشته نمیتواند. یگان قدم به قفا گذاشته نمیتواند. همین خیلی ساخته شده است. خداوند همین خیلی ساخته که پایش رو به قفا گذاشته نمیتواند. فقط به پیش می رود. و در نشان دولتی استرالیا رمزن همین چیز گذاشته شده است از روی رمز که یگان قدم به قفا نمی رویم. در زیر همین گفتار خیلی ها نوشتن که در نشان دولتی ما سنگپشت را می گذاشتن خیلی با سرعت پست آهسته آهسته پیش می رویم. گفته واقعا خنده آور هم گریه آور هم بود. بعضی جمله های خنده آور گریه آلودن گریه آور هستند. نوبتی کی بود که پیوندیم گلاب بود یا بله بفرمایید صفای عزیز. بله یک دقیقه یک سخن دیگه ما میگم میرم مرحمت بعدا این از ایما برادران تاجیک بله از ایما برادران تاجیک من هم قشنگو گفتانی دارم که هیچ وقت امام علی در فکر وطنش نیست. هیچ وقت امام علی در فکر پیشروی تاجیکستان نیست. هرچند که ما این را زودتر از قدرت بگیریم
اما همو قبول ما هم شانس داریم که ما تیزتر پیش رویم. همون روزی که رحمان فر قدرت رفت مطمئن باشین که ما پیش میریم. باور کنین. سلامت باشین نفر جان. دادر چرا همه شما فقط طرفی منفی همه غمگین هستند؟ هنوز تیر ماه پگاه آغاز می شود. آغاز نشده. همه با غمگین میگن نه رحمان باور کنین نفر جان. اون چیزایی که من میبینم، اون چیزایی که من میدونم در حقیقت علاموار است. من با چشمای خودم دیدگی هستم که خش تبارای رحمان و چی کارها مشغولم. من با دو چشم سر دیدگی هستم. برای آن همیقن هیچ وقت تاجیکستان پیش نمیره تا وقتی که رحمان در گل قدرت است. و هیچ وقت در خلق تاجیک فکر نمیکنه، فکر کردنی هم نیست. و فقط خش و تباراش و فرزندش همون فکرش در همون تمام. چی خیل کنه تاجیک جی خدو غلام کند لیکن زندگی خودش شاهانه گذارد. همین قد مقصد داره تمام. متاسفانه چنین هم شاید باشد. بله فکر خیلی ها چنین است. آیسته آیسته یک حرف را میشنویم قبول هم داریم. یک خیلی فکر خوب. سلامت باشین نفر جان. هزار رحمت. من با شما در یوتیوب تماشا میکنم. بسیار تشکر بر شما. از کلاب باستان با نام شهرشان. خب برنامه برنده های سلام علیکم. نسل خوبی سلامت خوان. خب بله موضوع شما با کمی سنتیابر یک نسلی باشه اپا. موضوع ما نسل فردای مهاجر کیست؟ بله پگاه که مکتب آغاز می‌شود آیا میتوانیم ما نسل را باید رسانیم که بیدارتر باشد و پای یک تبادلات نوگانی باشد و در تاجیکستان آبادی باشد؟ شالا میتونیم ما امید دارم ای خداوند خلش شالا هم ظالم هم باید نابود کنیم کو ما غالب میم خرسان میشیم. شالا کو هم ظالم ای سر کم بغل دور کنیم موجیرو کو همه میگرده به خونه برمیگردن. چی موجیری هست فرزندشون دیدگی نیستن در خرسندی که هم سنتیابر یک خرسندی همون نه بدن. مثلا یک چیزشون اگه خرسندی گلکودا نیست نه نصیب باشه پگه خرسندی گلاکوه نه که ما نمیبینیم. اینا 3 سال شد موجیریم نمیفورم هم تاجیکستان برم. خیلی که گفتی گپو ما اگه چینی مثال نیست عذابه. هم شکرانه اخلاقی هم راستی داریم که رزق روزی ما است زندگی ما شکستم نه که کاری کاندر کنم ظالم گم کاندر کن باید گپ زنی نمیشه. باید بالا کمی ظالم هم سر گم کاندر کن و همون چیز مقصدمون برسیم که آزاد باشیم. آزادی که در همونجا گپ زنیم. ببرویم یک ژورنالیست ببرویم یک سوال و جواب من بده که همین رو چیکار میکنیم که یک گپ بزنه که در تلویزیون گپش بزنه که بگه همین آدم ناراضی است نه خلق ناراضی است. هم خیلی آزاد گپ زنیم. آزادی سخن بله موافق ماده 30 سرقانون آزادی سخن کفالت داده شده باشد. در حقیقت ماده 30 میگه داده شده است. یک وقت میکروفون آزاد برآورده بود در تاجیکستان که تلویزیون ده همین گپ زدن با محکمش کردن. امورا چی گپ برای یک استودنت گپ برای طلبا گپ زد گفت دخترها رو میبونن که استین کالتا پوشن کرتایش خیلی میفروشن پوشن ما به گالسترو درس سرمون نمیته اینمون دفت این گپ اون بچه در اون تلویزیون رو محکم کردم. برنامه رو این برنامه رو پول محکم کرد. من فهمیدم چه فهمیدم که در خوبی میلاد نیستن در کم بغل نیستن خوبیش در نیستن در عذابن که عذاب بکشن. سلامت باشین اپا جان. خداوند نگهبانتون باشه. برای برنامه‌تون خداوند نگهبانتون باشه. در امان خداوند. در بهترین. خب آزادی سخن میخواهند. وقتی سخن آزاد شد وقتی گفتار آزاد شد و میتوانید حرف زده پیش رفتن میشود. آنچه که در و زبان آوردن میتوانید. وقتی کودک میخواهد چیزه البته که مادر تامین میکند. همین طریق اگر آزادانه بله راهبر تامین کرده توانست
درد دل مردم را شنید. یک خبری خیلی خوب هست امروز در رسانه ها خواندم. راسته وقتی آدم حکایه گریه آور میخواند گریه میکند، خرسندی آور میخواند خرسند میشود. یگان بار نبود که من خبر خوانده گریه کرده باشم. من امروز در وسایل اخبار عامه ازبکستان خواندم و راست گریه کردم. امروز صبح بر وقت در میدان شهیدان ازبکستان برابری همان رئیس جمهور شوکت میرزیویف یک جماعت بزرگ شد، آش پاس خاطره دادند. بعد وفات یک نفر آش پاس خاطره میدهند که آش پاس خاطره برای گرامی داشت خاطره همان نفرانی که برای ما باسمچی گفته شناسانده بودند. باسمچی میگفتند، ما باور میکردیم که باسمچی ها خونخوارند، دشمن خلق هستند، اما میرزیویف گفت که عیب باسمچی ها بزرگی اینها، بزرگی دانش اینها دکتر بودند، معلم بودند، عالم بودند، دانشمند بودند. از این سبب هم عیبدار کردند. از سال 1920 تا 1930 دوره رپرسیه استالینی بود. اگر روسی گویم فهمیدن رپرسیه بود و مردم دانشمند را از یک سر بدرقه میکردند بر سیبیر. اموال خانوادهشان را همه‌اش را مصادره میکردند، بر فایده دولت گفته میگرفتند. زن و فرزندانشان را به خانه در میکردند، برآورده یک قطار گذاشته میپراندند، همشان را دشمن خلق میگفتند. و همین ها را که از بین بردند، دیگر مردم عادی فقط ترسو ماند، مردم خوشامدگو ماند، مردم سرخم کننده ماند که هرچی به سرشان آید طاقت میکنند. دیگر بیدارهای ملت از بین رفتند و بیدار کننده کم شد. امروز به سیبیر بدرقه کرده نمی شود، چون که به سیبیر رفته کار کرده، بعد اهل آیله را میگیرند به روسیه، برای همین در زندان نگه میدارند. همان رپرسیه است، همان طرز دولتداری دوره استالین است. اون وقت زاروجین و استالین گفته سینه خود را سپر کرده مقابل فاشیستان آلمان، گفته جنگیدند، روسیه را محافظت کردند. امروز هم میروند در همان روسیه کارهای همان تازگی را اجرا میکنند، یا در بازار یگان چیز سودا کرده قتل الهیموتی فرزندانشان را پیدا میکنند. در سر منبر، در سر رهبریت گذاشتند تاجیکان را کم اندر کم، اگر یگان 0.1% نباشد کسی اونجا در رهبریت نیست. آخر ما باباهای ما، بابا کلانهای ما سر پولمیات دشمن رفته خودشان را داشتند که در قفا روسیه را حمایت کنند. آلمان بر تاجیکستان هجوم نکرده بود، روسیه را حمایت کردیم. امروز در روسیه خدمتگار هستیم و از پول همان کمکوار همان مهاجرت یافته همان باز هم زنده ماند. کفایه گفته اهل وطن را سیر کرده ایستادیم، یعنی نان خورده و روزی گذشته میگویند، یا بدتر از این کرده هم میگویند روزی بعد گذشتگیش، که خیلی حزن انگیز است. برنده بسیار حرف نزنده، بیایید یک نفر دیگر را میشنویم. طریق ایما هم زنگ زده میتوانید. بله، ایما زنگ میزنند، با نوبت قبول کنیم، بعدا باز بر یوتیوب برمیگردیم. بله، الو. سلام علیکم اپا جان. و علیکم سلام دادر جان، گوش میکنیم. امی برنامه در باره مهاجرین درست نه اپا جان؟ در باره مهاجران و موضوع نسل فردای مهاجر کیست؟ بیشتر متعلق مکتب است، دانش. اپا جان به همین فهمیده من همه خیلی را و بحث کنم، همه خیلی را رفتان گرد هم نشد کنیم. همین بچه یوش همه خیلی سواد به علم همه خیلی اگو نبرد همه خیلی اکتیب میزنده نشد که همین سواد همین چیز روز یک همین بچه یوش خاموش شدن. دیپلم دارن میروند، باز همراه همان به دیپلم و مکتب نخوانده هم همان معاش را میگیرند. بله دادر، گوش میکنیم ادامه. بله همین خیلی خب این خیلی رفتن گیرد با خودو سخت عذاب میکشندیم و را همین جای همه خیلی بسیار که با خودو نه صاحبه نه هیچی دامو همه خیلی سخت استفاده بوده خط مورده همین جا
همه دیده و یگون این است که مقصد مورا میگه چی مونده و چون همه خیلی که با خودو پولی کل کردگی تا همیشه 70% همیشه پشتی رفتار میشوده. متاسفانه چنین است. بله، خود روسیه هم حالت ناگزیر دارد. مردم خود روسیه هم آنقدر عین حال زندگی خوب ندارند و باز از آنجا ریسک خودمان را رفته گرفته بردن ما خیلی دشوارتر شده ایستاده است. اولین آدمانی که به روسیه می رفتند و کار کرده می آمدند یک کمی بود درآمدناکی، حالا به حد کم است. درست حاضر همه خیلی شدگی 70% همه پول کلتاگیش عذاب کشیده این رو کده عذاب کشیده هم پولا یافته همیشه 70% پشتی نیست نشده. همه خیلی حاضر مهاجران را خواهش میکنیم از مدارای جمهوری تاجیکستان که مقصد نشد که همه مهاجرین یک چورا بینی کننده حق دار عذابان بچه ها به حد عذاب سخت دارنده. خیلی بعضش هست کروش چیزه که همه بچه های ملدی ها جهاز میبینید حیوه ها کروش نمیبینی حیوه ها حال زور میبینی توبه کم برای اصل بسیار وابشه این خیلی چیز هست این هم خیلی میفهمم. خوب درک میکنم شما را دادن. بعد در حالت زندگی میکنند که خیلی ناگزیر است، گرمی خانه را تامین کردن، خورد و خوراک را، لباسواری را. باز وقتی که از خانه چگونه که میبینید در کوچه همان اسم برای روزها با یک نظر پست می‌نگرند، اینش هم علم آور است. اینش هم همه خیلی واقعی اینجا بود سگ قدر نداریم اگر فرو بنشود تو همه خیلی خوب پول زور مو همه خیلی رفتن گیرد مو همه چیز دست نکنده همه پیش رای مو اینا همه ویلت مقصد یک نفرم تا خودم میخونم میتونم نمیخواد یا ویلت مقصد میخونم میتونم یک مهاجر اینا میگه 200,000 باشه اون نه مهاجر همه مهاجر رو مقصد میخونم میتونم یکی مقصد هیچ که با تفسیر چیش نیست که چون همه خودشون بخششون باعث عذاب و مشقت اگر کمتر یک پیش کنن مقصد یگون نشد همین دکومنتاسیون نشد یگون کنترل کنن خیلی با مقصد پیشروی هم در توجیکستان میشه و هم مثل مردم خیلی چی میشه نه که یگون خیلی صحیح نیست که یگون خیلی وای نمیتوننده دستگیری نیست. میفهمم. اگر سفیران میشنوند ما را، اگر نفر بر گوششان میرساند، اگر هنوزم گوششون دارد، همین عضوی که گوش نان دارد هنوزم اگر وظیفه خود را اجرا کرده ایستاده باشد، گوش وجدان باشد، شنوند کمتره که همین مهاجران باشند. این همین 2 میلیون مهاجر باقی 7-8 میلیونی در وطن بوده را میخوراند. همین یک نفری که در روسیه کار کرده اهل خانواده را میخوراند، این 2 میلیون 8 میلیونی باقی مانده را خورانده ایستاده است. اگر با اهل خانواده هم کوچ بسته رفتند، کار کرده بر وطن برای مادرشان، مادر پیرانسالشان، اقلا در روزهای توی سوری دادر و برادرانشان مبلغ میفرستند، باز هم همانها تامین میکنند. عمیق از وقت مقصد همه طرفا همین مهاجر رو دستگیری میکنن، همه طرفا مقصد همین ایتم مقصد مردم توجیکستان رو بوی پلازین دوایی میکنن، همه مردم مهاجر همین دوان مردم مهاجر همه شد نگهبان باشه در پناشه. اگر ما یک کم کرد مقصد ممکنه روز که ممکنه بود خیلی پیشروی همه توجیکستان میشه و همه مردم. بله، خدا خواهد پیشروی می شود. دنیا به امید است. اگر نفر دیگر در خط علاقه باشند پیونده تا دیگران هم برخوردار باشند از برنامه. بله، گوش میکنم شما را. مراد هستند؟ جان سلامت باشید. السلام علیکم. بسیار تشکر. و علیکم سلام. گوش میکنم شما را. پیشوی ما رحمت من آمد عزیز نوبتی من است. بله مراد شما را گوش میکنیم. با نفر قبل خیر خوش کردیم.
раҳмат апа паи барномаотон. Ман як чи дар бораи барнома гуфтаниям апо, барои ҳамин режим нигаҳ кунед, ина мегӯянд ки таълиму тарбияи тоҷикӣ, ин нигаҳ кунед, ин хоҳари моро чӣ хел барнома баъзе ба тамоми ҷиҳаташ ҳамин буруда истодааст. Ина мегӯянд ки фарҳанги тоҷикӣ дар аврупо дидем, дар Русия дидем, дар дигар мамлакатҳо дидем, лекин ягон ҷо ба ҳамин фарҳанги худамон борӣ, мана ҳамин хел барнома ина бинед чӣ хел ба дараҷаш рафта истодааст. бояд ки ёд гиред ин афаҳмон, ин модарон. ана ман миннатдор аз шумо. дар бораи барнома гуфтанӣ ҳастам ки билохират як рӯзе мешавад ки ин муҳоҷиро ҳамин ватанро обод мекунанд. хоҳед нахоҳед бинед, ино аввал режими ҳозира дар аввал мухолифа 24 гуфтану ҳизб гуфтану паём гуфтану, ана ҳозир ба муҳоҷиро расиданд, алакой расида карданд, иззатро бурданд. ана ин муҳоҷиро бо чӣ қадр бисёр шуда истоданд. Ино фикр мекунанд муҳоҷир бисёр не, душманошон бисёр шуда истодааст. хел нигаҳ кунед, душмана ба худошон бисёр карда истоданд. ин мардум муҳоҷир шуда чашмош кушода шуда истодааст. ба ёрдами барномаи шумоҳо, ба ёрдами ина бо худошон дида истоданд ҳақро. бо охиртараш бинед ки меҳнати ҳалол мекунанд, ино нони ҳалол мехӯранд. ҳамаи муҳоҷир қариб дар дунёшон ҳастанд якта немта чоплуси ки ҳамо бузо меган. ино албатта дуои ино мустаҷоб мешавад, билохират иншоаллоҳ ватана обод мекунанд. ха дертару вале бедор мешаванд. ман умед дорам ки ин таърих тақазо мекунад, тақазо кардагӣ ҳаст ҳамин хел ки муҳоҷиро билохир обод мекунанд. ва ё баҳаи ҳаромхӯриҳошон ба худошон боз ҳамин чӣ қадар душман зиёд мекунанду гуноҳ зиёд мекунанд, гуноҳ барои худошон зиёд мекунанд. рӯзаш мешавад дар пеши худованд ки ҷавоб метиҳанд, дар пеши ин миллат ҳам ҷавоб метиҳанд. ин ҳаромхӯро, ин режим, ин фасодкоро тоҷикистонро бинед, ягон кораш бефасод буд намешавад. чӣ коре медиҳад ҳаромхӯрӣ, ин ба тамоми балову баттар ҳамаш ба ин сари мардуми тоҷик меғалатад. ин таъсири ҳамин ҳаромхӯрии ин режим аст. лекин ман боварӣ дорам мардум ина бинед пеш 1 буд, 100 буд муҳоҷир, 1000 миллион, ин ҳамаш душмани ин режим аст. кадомиша намегӯед, ҳамин норозӣ аст аз режим. мо ина бо ба сумҳои бисёр шаҳрвандии русияро гирифтем, вале безорем ана ҳамин шаҳрвандӣ рӯзаш мебиёд, ҳамин паспортиша мана иззата чӣ хел кард. ҳамон рӯз мо уҷи диламон хунук шид ки ин миллат дар ҳақиқат рост мегуфтанд ки аз ҳама миллатчӣ мардум ҳамин русия аст. ҳамин корушонро карда истодааст. дуруст шиносномаш қадру қимати дақазар карда истоданд ки ҳамин хеланд. ҳодисаи ба сари иззат ҳамин хел ҳамина гуфтанӣ будам. охир ободии тоҷикистон дар дасти муҳоҷироанд. ин ягон таш на 24 на ҳизб дигар карда наметавонад. ба ёрдами ҳамин муҳоҷиро иншоаллоҳ обод мекунем. ҳам фарҳангошон дигар шуда истодааст, ҳам фаҳмишон, ҳам боз ғазабшон зидди ҳамин режим бисёр шуда истодааст. барои ҳамин ҳамин хел бояд шавад. ин таърих ҳамин хел бояд тақозо кунад. раҳмати калон апаҷон шумо барои ин тарбиятон, барои ин барномаатон бисёр мо хурсанд ҳастем ки ҳамин хел чиз моро мана бинед фарҳангамона дар байни ҳамин байналмилалӣ нишон дода истодааст ки чӣ хел фарҳанги озод, покиза бисёр чиқаи таъриф кунем кам аст. ҳамина шумо нишон дода истодаед. раҳмат ба шумо. احساس ظاهر کردن از جانب برنده‌های تاجیک دیده نمی‌شود در همین شبکه‌های یوتیوب. بهت خوب است. درست گفتید دادر. می‌دانید چه در همین جایی که ما زندگی می‌کنیم اون لاگر دارد. با تاجیکی گویم همین سازمان ملل متحد یک اردوگاه دارد که گروه‌های سیاسی را فرا گرفته آنها را حفظ می‌کند و همینجا همان در شعبه کادرها نفری کار می‌کند. با من با یک صمیمیتی تام گفته بود که اگر من راهبری سازمان می بودم من فقط تاجیکان رو فرا می گرفتم
چون که تاجیکان عجب یک ملت به مراسا هستید، با فرهنگ هستید، در دین خود صادق هستید. اکنون از همین گپ علامه کس می آید که همین خیلی یک در دین صادق بوده و به فرهنگ و سوادناک و به مراسا در وطن خائن ملت نام دارد و بیرون شده. خائن ملت گفتن بیرون کردن. و همین امروز که در ازبکستان برای پاس خاطره همین باسمچی ها که خائن ملت گفته بودن یک وقت، امروز آش یادآوری دادن و 2 روز قبل سود عالی ازبکستان 115 نفر این ملت دوستان خود را سفید کرد و دلاهای جنایی را از نو دیده برآمد. این خود یک تاریخ زنده است، گواه آن است که یک وقت اهل ملت، اهل وطن با همین مهاجرانی که امروز خائن میگویند، همان چاپلوسکانی که امروز خائن میگویند میفخرند. یک شاگرد خوب داشتم که همانا که از وطن بیرون شدم هنوز هیچ جا هیچ گپ نه خائن گفت و کم در شدم باید گفتم نه افسوس که یک نفر انسان خوب به وای رسید شده مفکورش تغییر یافت و ایران شد. بسیار خوب بود. من از گفتار شما چیزی درک کردم که نگاه کردن دیگر است و دیدن دیگر است. همون هر دو از یک چشم. نگاه کردن همین نگاه کردن چیزی نیست، همه نگاه میکند، همه چشم نگاه میکند، اما دیده توانستن دیگر چیست. اگر بینی که نابینای چاه هست، اگر خاموش بنشینی گناه است. میبینی که وطن در ورطه هلاکت آمده است، اگر خاموش نشینی و شکرانه کنید که ما آبادیم آزادیم گفتن گره، این علاقه گناه است. باید نجاتش داد، فقط برای صلح، برای ثبات، باید برای یکدیگر فهمی. خب اول نوبتی کی بود از تنظیمگر؟ نوبت من بود. کم ترک او مردک کلانسول بود، خیلی گرفت محلش. السلام علیکم و رحمت الله. و علیکم سلام. اکی اپاجونی یازی مردک کلان کم ترک گپ خطا زد. امی گروه بودن که ما بیدار شدیم. اگر این گروه نمیشیدن ما یک جا میبرومدیم، گپامون نمیزدیم، درد دلمون نمیگفتیم. همیا برنامه را تشکیل کردن ما برومدیم اونجا کم ترک در برنامه مقصد ما یکم بار که گپ زدم نمیتونستم گپ زده، خود ما گم میکردم. اونجا یک بار 2 بار در هر برنامه برومدم اونجا گپ زدن یک طرز چی کردن یاد گرفتم. ما کم ترک برنامه کم تر بیرون میبروم. ما اوزی دیدم در نمید برنامه یوتیوبی فساد به درجه عالی اپاجان به حد بسیار شدگی ویچرین که چه هم خیلی ها گذشته سیم هم در برنامه که در برادرو میپرتم ولی همولی ایمه را تماشا نمیکنن یا اوی که اگی نیستن ایمه محکمه همی نامشه محمد اقبال صدردین چند چیزا را میپرتم و فسادهای بسیار هم میبینم. هم بکارم ده 24 ساعت همی یوتیوب تماشا میکنم. اپاجان بنام خدا قسم دخترها یاش همه بینی هر یک کارای میکنم به خدا نمیجا خودم تا قایم باید جایی دستم که هیچ کنسته نمی 24 ساعت اخیرا نیم اکنم تماشا میکنم به درجه خودم به خودم درنم میسوزه. این فساد اما لایی که بدن کم ترک وقتا پیش یا 10 سال پیش یک کار میشید در رودا و وزه میشید در همه مشتا اوژه کم ترک گپ چپش اوی میشید مقصد ایزا میکشیدن و میترسیدن. انا اوزیم همه ملا را گرفتن حکومتی کردن دیگه یگان کس گپ زدن نمیتونه. دیگه در یوتیوب و تیک توک دخترها به درجه عالی جزیر شدگن، هر یک کاروی میکنن. همی فرهنگ ما باشه من همی طریق فرهنگ بیزارم و فکرم یک گله آدم دیگه به فکرم و عقیده ما همون فرهنگ بیزاره. ما این طریق فرهنگ نداشتیم. ما فرهنگ ما فقط در رقص بازی نیست، در فساد نیست. فرهنگ ما یک مسلمان ما برادر 1 مینوت دیگه اگر گپ زنم بعد میکشیمش دیگه ما هم میبرم. خب هم قدر گفتنیم که دخترای تاجیک التماس همی تیک توک همی یوتیوب هم برای سونکار کنی باشه برای یک جا تلمندگی یا یکان کار کن در طریق فساد ها امره نشین. به خدا قسم ما این آوازی
دیگه 30 ساله شدم به خدا قسم میترسم از تاجیکستان زن بگیری که از میبینی شمخه خطای 24 ساعت میبینی یوتیوبر را نودختر میبینی قطع کیم کدام بچه زینو که اگه ایش ده قطع کیم کدام چی که اگه دوره مکتب خانیش ده ایتریش ده و خدا در حالت تاجیکستان بسیار دل میسوزم مهاجرا در جمعی کار میکنن میرن با عوض بچه هایش میرن اونجا میگن یک زن یک چیزی حلال یک زندگی حلال در اینجا نمیکنن که اینجا روسیه مقصد نامش رسای مقصد یا فساد میکنن چی میکنن بعضی تاجیکستان روسیه و اروپا و همه دولت در فساد گذشتگی هست چی ویچرینکش هم میبینی به خدا قسم به سخت هم باشه با همون چیزی تپشکاش با چیزی تپشکاش برومدن در یک کجایی را گرفته یک قصر چی در همون درون تاجیکستان با کامیرا کرده سن این همی با همون حالتش تعریف و تاسیف و یک قدر چی ای بای به خدا پجام به خدا درک میکنه که اگر هم نیمی شما را اگر هم خیلی مفکوره و مقصد عقل مقصد کم ترک در دین میفهمیدگی باشه اگر ممکن تاجیکستانی ما با چهانه که اگر خیلی فساد در خیلی رفتن میگیرم و با عاقبت ما زندگی ما آخرت ما به حد بزیب میشه. درست است. خب درست میگوید عین حال اول باید راه تربیه دختران را پیش گرفت. نسل بیدار در به دنیا می آورد و از همین نفرانی که نیمه اوریان در ویچرینگه ها در شب نشینی ها یعنی که می رقصند چه نسل به دنیا آمده می تواند فردا چه نسل می آید که از آنها امید داشته باشیم. البته دوام دهنده همانها می شوند، همان مادر همان پدر. 80% تربیه مادر تربیه فرزند از مادر است. 80% خصلت را از مادر میگیرد فرزند. فقط سیاست پدر کفایه است در خانواده. درست گفتید. بله اگر پدر همچنانی که در پیش پدرش یک بار یک گپی نوجو زد یک چیزی نوجو زد پدر خب کرد یک از که دبیران دیدش خب کرد بعد دوشه значит هم خیلی میگه هیچی نمیشده بعد چطور پدرم ایسته یوس میشه مادرم آخرتش میشه تاجیکستان هم فساد حرام میشه. السلام علیکم و رحمت الله. و علیکم سلام. خیلی انتهای زیبا بود. خب چیزی گفتنی هستم و هم برادر شما میدیم سخن را. ما هم جوان بودیم، ما هم داشتیم شب نشینی ها. البته زنگ آخر یک شب نشینی بود بعد ختم مکتب، شب نشینی ختم خودی مکتب بود. تو یا سوری خیش و پیوندان یا همسنفان بود، این هم شب نشینی ها بود. ما هم داشتیم وقتی در مکتب یگان چهاربینی میشد یک خرسندی مسابقه ها میشد دسترخوان گسترده یگان عید و ایام را قید میکردیم در خودی مکتب. از جانب آموزگاران شدیداً یک برنامه های ترهیزی میشد، شدیداً آگاهنامه ها میشد که لباس جلاناک نپوشیم، رنگ و بار نکنیم لب و رویمان را. یا وقتی به مکتب می رفتیم اقلا همین برای خونوچین شدن موی دخترکان یگان اشیاهای آرایشی رنگارنگ ممکن نبود، سفید یا سیاه میخواستند. حتی معلمانی که نو کلین شدند زنها از آنها خواهش کرده میشد که لباس دیگری برای مکتب بیارند، در مکتب عوض کنند تا بر نزد خواننده جلو ندهد لباسشان، چون که خواننده های صنفای بالایی به جلوی لباس نظرشان می رود و درس یک طرف می ماند. امروز طالب علم از معلم دیده پسندتر، خوشروتر و آراسته تر است. معذرت میخواهم نفر دیگر. مرحمت. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خب در همون موضوع اما اکا میگه که بعد شما سوال شده که ای همون زنایی که هم خیلی شونشینی میکنن میگردن ای همون چی نسل میشه. در باره همین یه شعره که همین شعر ایشان هم گفته که از زنی غر بیروید دان که استادش غر است. همین موضوع شما را من کم ترک دیرتر در آمدم نفهمیدم در باره چی رفته است این موضوع. موضوع ما اصلا نسل فردای مهاجر کیست بود.
نسل فردای مهاجر پگاه که مکتب آغاز می شود، سال تحصیل نو است، آیا ما امید بر آن داریم که تحصیل کرده به دنیا می آید؟ تحصیل کرده به دنیا نمی آیند، تحصیل کرده به باید می رسد که بیدارتر می شود، برای فردای درخشانتر وطن سعی می کند. ما یا نسل های را من بعد تربیه کرده می توانیم که در آبادی وطن سهم گذار باشند. انا این بود نسل فردای مهاجر کیست؟ اگر همه حکومت ما همه خیر رفتن بگیره، همه ها؟ حکومت ما که همه خیر رفتن بگیره، این نسل آینده ما هم همش با همه غریبه. چی میشود دیگه؟ در وطن نه کارای، نه برای، نه заводای، نه یگام شرکت حلالای، نه اویلی که حلالای، همه چی قیمتی ای. هیچ که ایستادن نمیتونه. همه آدم که همه بچه یاشه که مقصد مکتب تمام کرد، صنف 11 را تمام کرد، уже فکرش در چیه؟ اویلش تنقیسی میکشه، فکرش در چیه که یا بلا کنم کم ترک اویلم سوستر زندگیشو نکنم. میخیزه قرض میکنه، میبیایه غریبی مهاجرت کار میکنه، علم و معرفتش میمونه یا طرف دیگه، گیجا وای بخونه و دیگه گیجا وظیفه بگیره. دیپلمش در سند لباس های صندوق. بله نام بله بله. از دیپلم فقط نام، دیپلمدار خواندگی است میگویند. افسوس که چنین است. خوندن ده پجان بخشش پیش گپتو نمیگیرم. خوندن ده می داخل میشه، پل میتی داخل میشه، میخونی. وقتی که خوندی تمام کردی، زشیت دیپلم ده با پل رسخود میشه، با دوینای پل رسخود میکنی. وقتی که تمام کردی دیپلم ده دست گرفتی، یک کارخانه میدروی، کارخانه ای که مقصد کم ترک خیلی بالی مینی باشه کارش، با اجرت را طلب میکنن که $4000 یا $3000 یا $2000 میتی با کار میکنی. هوایم آیا که بالاتر بره یا نه؟ هوایم شکستت میتی هم با پستی میزنی. فساد زدگی ریشه دوانده در مغز جاده، فساد ریشه دوانده. بله میفهمم. حتی از صنف یکمی که خواننده قدمچه هایش را به مکتب گذاشت مبلغ میگیرد تا به آخر. این را خوب درک میکنیم. حتی برای مدال طلا در ختم مکتب این هم مبلغ شده است. مدال طلا هم مبلغ. بله دانشمند نه تقاضا میگیرد. افسوس بله. است. برادر یگان نفر تا همین حالایی که برنامه میکنیم جانب مثبت همین موضوع را نگفتند. شاید یگان بهبودی توانیم کرده، یگان راه خوبه باشد که تاجیکستان به یک وطن آباد و سرسبز و زیبای مبدل شود. انشاءالله همه خیر رفتن گیره. اگر همه مردم بفهمن که اگر در وطن ما چی گپای، چی شیده است، برای چی خیلی شیده است، انشاءالله میشوه. میشوه نه که نامعلوم کی میشوه. همین من خودم یاد دارم، از صنف ششمیم خداوند دروغگو نکنه، یا از صنف ششمیم یا از صنف هفتمیم ما اوژه خودم سر کردگیم کار کردن در بازار عربه کشی، پاکت کشی، ماشین شویی، زندگی مجبور کردگی، برای که سطح زندگی من سست بود. یک پدر به گیجا میرسه به اویلی که 1000 سامون که 3-4 فرزند بخرانه، باید بپوشانه و او را بخوانونه. در گیجا چه بخوانونه، چه بپوشانه؟ اگه به 1000 سامون، 1500 سامون. آموزگار بودن پدر؟ همین خیر؟ نه صاحب کار. صاحب کار بودن. همین رنگی خمان غریبی در کار میکردن در همون وطن. همین بگیم که یک گپ داخل هم شد، سترویکا کار میکردن. داخل نیست، خوب است. در ساختمان صحیح. بله در ساختمان. خب بعد چخه ما نسل جوان چخه آینده وطن ملت باشیم. اگر ما فقط که غریبی را دیده باشیم، فقط در غریبی کار کنیم، در وطن ما که غریبی کار میکنیم، میریم وطن ما میگیم یک دمی خوش بزنیم یا که یک چی کنیم، چانس می کار میکنیم، میره در وطن در یک دم تمام میشه، با مجبوری عبرت نبگردی بیای با به همین غریبی الوچ نروی. اگر همین خیلی باشه همون وطن، همینجا بستی نفسیگ ده. اگر همین خیر رفتن بگیره
یکی انشاءالله باید ایواز شود وطن ما. اما نرفته هم نمی شود. هر نفری از من بله میگه بله آنجا خوب است، من میگم خیلی خوب، فقط یک بدی دارد، اینکه شما نیستید. اهل وطن نباشد. همینجا اگر هموطن رو میبینید یک خیال میکنید بال میکشاید، دل رو یک شادی و بله سرور بله بله فرا میگیرد. هموطن را دیدید، فرق ندارد وای عروبکش است وای هموطن شما، مهم هموطن است. هر کی باشد انسان است، انسان است و هموطن. خب افسوس که خیلی ها اینجا امید بر آینده ملت ندارند تا دنیا که حاکمیت دیگر می شود. نسل فردای وطن را هر قدر هم بیدار می شود، اگر سرپوش دیگرگون نشود داخل ظرف همان میماند. گفته می یک شعر است که در یادم نیست شروع همه اگر خیلی پاینده می بود محمد تا این دم زنده می بود. اگر دنیا پاینده می بود محمد تا این دم زنده می بود. این همه بنده مرنده سیر اونا از سر قدرت می روند. به هر حال با می بیاید یک آدمی بفهمتر حقتر می شود، انشالله بهتر می شود. نمرود بود رفت، یگان کس پایدار بله نیست. بله رئیس در خیالم که داخل به فکر ما که اینا فکر میکنن که تا ابد زنده میمونن و هم چند قدر میتونن برای چون جمع میکنن وای سر اونا اگر بمبرید او قدر جمع میکردگی تا تو قطید برده نمیتونه. قطید خوب بری همون هم آیا نصیب میکنه نمیکنه 3 متر کفن سون همه کفن آیا نصیب میکنه یا نمیکنه. تو در گیجا میبری چی خیلی میبری الله خودش میدونه علمی غیبه. ولی آن هم که اگر نصیب اگر بری یا نبری، بله بله ما از جهان یک کفن است، آن هم نصیب کند میبری، نکند آن هم نمیبری. امروز متاسفانه در ملک افغان در همسایه کشور ما چقدر مردم به کفن هم رفته ایستادند. زمان بله ویروس کرونا بود چقدر به کفن هم رفتند، با ماشین ها برده ریختند. افسوس که خب قبرهای برادری میگویند که غرام برده ریختند، کفن هم نصیب نکرد. دنیا همین قدر است، ارزش ندارد. نام نیک ماندرش دنیا چرخی گردون است، همیشه در گردش است. نصیب تقدیر هر آدم هر خیل است. بله بله. هیچ آدم باید فکر حاضره همه وقته نکنه. هر آدم کی میدونه که این روز زنده است یا که پگه مرده است یا زنده است، تا پگه میپاید یا نمیپاید. بله فقط خداوند میداند. درست. بله کنشون. خب بهترین تشکر برای زنگتان برادر. خب سلامت باشه. فرصت ماند گفته اینجا تنظیمگری آواز آگاه کرده ایستادند. نوبت هر نفری باشد قبول کنیم. سلطانه در نوبت بودن مرحمت. بله سلام علیکم اپا. و علیکم سلام لودر جان، گوش میکنم شما را. اقلا یک اپتیمیستانه گپ زنید. نباید اپتیمیستانه گپ زنید میگم. آینده ملت را، نسل فردای ما. آینده ملت چیه اپا؟ هیچی، دروغ. اینمی باور میکنی شما؟ اینمی من بار چند صنف یک میرد امسال مکتب بردن شد تا پول ندادن دیالش قبول نکنن. صنف یک برای صنف یک رفتن. بله بله میدونم. گفتم من از این رو که 70 سومون میتی بعد فرزند صنف یک قبول نکنن. 70 سومون. در سرکار نوشته شده است که مؤسسه های تعلیمی رایگانند. بله ای قوریستان رایگان اپا میبخشی که ما همین چی کوچکی گپ میزنم. دروغه این چی دروغ؟ همش دروغه. باور میکنی شما؟ یعنی برای بنا مجبور کردن ای مکتب لباس بگی با هم مکتب میرن خونگیو میگه کدومش نمیره نامش نامنویس کنید امیاد میسپرون شما. اینا کجا دولتداری، کجا زندگی، کجا منفیت، کجا گفت که با دیروز در یک مکتب دیگه وای میشد برای کتاب پلاکه حوزه کتابم که پول میدی کتاب میگیری میخونی با آخرین سال میسپری. یک صنف 6 7 هم دخترک
меранд мактаб, талабо ҳамсинфош ҳамсабақош ҳама ҷамъ шудагӣ и пул надоре ки бития пул китоба бигира дар байни ҳаму ҳамсабақош изо метиянша духтарак мера хишадор мекаша ина баъд дига ҳамин хеле чизоро мефаҳми мебахши паш метанад мӯи баданат гуфти ки вовай мешад намедонӣ куҷо бирем куҷо арз дод кунем ягон ҷо аз карда намешад ҳамин тоҷикистонда мери мекунӣ дарди сари худ мешад. خب وقتی شما حرف میزدید یک چیز به خاطرم آمد از یک بزرگوار میپرسند که دنیا کی به آخر میرسد میگوید وقتی که کار به غیر اهلش سپاریده میشود این معنی بر آن است که وقتی که کدام یک سوداگر معلم میشود آمده وقتی که همین مکتب مثلا با یک بازار تبدیل مییابد فرمای مکتب از مکتب خریده شود و دفتر از مکتب دانش را فروخته ایستادن دانش را نسایه دانش را فروخته ایستادن مکتب هم نیست یک چیز های بیزنس سنتر شده پولامیتی بودک مکتب قبول پولامیتی کتاب میخری مجبور میری ای سال جو کردگیان که میره همونجا لباس میخری وای لباس باور میکنه بناخ پوشان همون بودک در افتومون بودک رنگ ماهی کپچونی میشه در همون لباس بله بله در همون قطون خرد لباس میپوشونن با سوار میشن گفت قطو میگن چی میگن هم خیلی در همون میپوشونن همه را گویا مکتب هم بیمارخانه ها هم یک سیستم خودشان تشکیل کردند که اصول تشکیل کردند که پیوستند با یکدیگر با بازارچی ها با اهل مغازه کتاب فروشان باید از فلان مغازه خرید اینها گویا چی دارند شرطنامه دارند که با یکدیگر مبلغشان میرسد. بله من گفتم که همون روید مثلا برای کتاب مثلا پولی کتاب میگه مایلش بده پولا بگو که برای من چک بده کیتانس ته کی همین پولی مبلغ سپردگی ما کجا میرد کدام فوند میرد میگه خیلی میکنی میبرن سود بکنن تا اینا با کجا اولادوری کجا زندگی درست میگوید رسالت آموزگاره که کسب خود را مقدس میشمارد ان همین رسالت آهسته آهسته گم شده ایستاده است. بله دیو مایلش خوب مکتبی بگیم یعنی شخصی هم باشه شخصی باید باشد مکتب وای نالوگ پلاتیش میشه همین خلاصه مثلا نالوگی دولت باید سپرد هر چیزی که میکنه کتاب میفروشد دفتر میفروشد روشکه میفروشد لباس میفروشد باید چک تیاد کی ایروی وای مثلا نالوگش سپرد این پولی که میتی باید پولی ریمون میگن هر سال پولی ریمون هر یک دک 50-60 سومون میگیرن نه که میری همو یک بانکی دولتری کراسکی گرفتن هم دلار یا سفید سرخ کردن الله اکبر این پول کجا میرن بله پول کتاب ها هم است که خود در مکتب کار کردم اصلا تخصصم آموزگاری است میدونم این جاده ها را پول کتاب 4 سال باید از یک کتاب گرفته شود یک کتاب مثلا 10 سومانی باشد 2.5 سومانی در 4 سال میگیرد اما کتاب ها قریب 10 سال باز دور میزنند پول کتاب میزنند وای پول به کسی که میرود نامعلوم است مکتب بازار بوده دخترچی کلان صنف 10 میخوند صنف 10 دین رفتد کتابوش گرفت است 95 سومون شده برای صنف 10 خان هر یک گودک уже 100 سومون میشد این باور که نمیدونی آخه که در کجا عرض داد کنید نه باور کنید میخوایم که یک مثلا سپراویدلیو باشه خطیبی سپراویدلیو گفتی رسو باشد که مقصد همون وطنم بری همون کجایی که باشی باید آزاد بگردیم مثلا طرز لباس پوشی طرز خواندن طرز گشتن عدالت باشد بله عدالت باشد بهتر است مهم نیست بله مهم نیست که سری دولت کیست پرزیدنت کیه مهم نیست مهم اون باشد که مقصد یک غمخوری ملت غمخوری وطن غمخوری دیگر باشد بله میفهمم درست خیلی خوب درک میکنم چون که این جاده ها را گذشتیم این همه ساحه ها را بله یک چی نمیگی یک جاده میبخشید یک جاده رفتن یک عرض میکنی میگه چی سالای 90 میخوایی و کی میخواد سالای 90 بخوایی و سال 90 گذشت بر اینم یک چی نمیگی میگه با هم سالای 90 میخوایی که با هم خیلی شما تو بعد سال 90 چیکار رو عصر 21 2021 و ما این وقت میخوام
سالهای 90 از گفتار آزاد و از آزادی سخن و وجدان برنخواسته بود. تماما یک سرچشمه دیگری داشت آن جنگ و جدال. بله تلاش برای حکومت بود، سر حکومت بود. برای وظیفه برای دیگر چیز نبود. من یک گویم که گوده کم بودم نه که پوندین میکنم همش در فکرم هست، همش در چیزم هست که چی گپ گذشت، چی خیلی عذاب بود، چی بود، کی را بای کدام همین بایر خیلی گوده کم بودم خود میدونستم دیدم خود گشنگی چی بود، تشنگی چی بود، حاضر زمان ایبر بد چی دیگه. سالهای 90 مکتب رایگان بود. بله بله ما خوندیم 11 سال. خیلی رایگانی ها بود هنوز. بله. ما 4 ختم کردیم رایگان بود. ما هم گفتی که پا 2002 تمام کردیم صنف 11 یک گفتی که پا یک دیرم بردگی نیست، نه پولی دفتر نه پولی کتاب نه پولی دیگرش. بله درست. هر کس چی لباس داشت پوشیده می اومد. سفید بله برو که جینس میپوشیدی، کراسوفکی میپوشیدی، در سرت کپکه میموندی، یک چیزی که میپوشیدی رفتن میگیری. گفتی که پا دخترها اینا مثل شما برو اینا خیلی لباس تاجیکی میپوشیدن نمیدونم مکان نه گپ بود نه خبر بود، هیچ نبود. ای حوزی نه کروچی. بله مهم رویمول تایسر کشیده میگرن چور رویمولی سیاه باسی چور رویمولی او تو فرقش چیه؟ او تو تعلیم ته درس ته تو آخی یک باید در همون درس هم یک اللهیده یک چیزی باشد که همون دختر اوجه دختر بچه هم کلان شد مثلا سنوی 10-11 برای شهروی زندگی آیندهش باید یک همون معلم مثلا تربیت یکی مثلا فرزندم مثلا در زندگی مثلا چی مشکلی ها است، چی عذاب ها است در اویله داری، همین رو باید فهمانده تیانو ایون نه در کروچی همین خیلی. بله افسوس که آب از سرلای است و این لای را برای پاک کردن باید از آغاز آب سر کرده تازه کردن در کار. بله دخترچی ما هم کلانی گودی که پا همین اگه اهلی کتابم کمتر هست مثلا چینی خودش رو خونده ساید با همیرم با پنوی میخونه، ایجا میره درس میگیرد ایبای میره درس میگیرد مثلا قرآن هم خیلی شکری خدا وجه ای خود کردگی دید نمیدونی خی همه چی رو دوزی میکنیده همین ایجا میری پنوی بجایی هیچ که نفهمه که باید خبر نشوان وایش خبر نشه مثلا یکم گپ شو اگر سلمانی شنوند که ما کتاب خدا را دزدی رستی پنهانی میخوانیم هم خنده خریش میشویم هم مسخره شرمندگی خب که در مکتب جاری میکردند اگر در خانه ها نمیگذارند بگذار مکتب جاری کنند درس دین یگان باقی ندارد. در مکتب های اروپا اگر یک نفر فرزندی مسلمان رود درس دین برای همین یک نفر معلم مسلمان میبیارند. اگر برای دیگر درس نصرانی گذارند برای همین معلم مسلمان میبیارند. وقتی که ما مثلا میخوندیم درسای فارسی هم میخوندیم الهیده درسی فارسی بود که خیلی وای ایبین رفت درسی فارسی کی از بین بردن. بله همین هم ایبین بردن که او یکی یاد نگیری اگه حرفی مسلمانی را عربی و دیگه شا اوه تروریست نشو او خدا بگیره تا اختیار تروریست داخل باور که همین چی بگه گلو هم پرشدگی همین او دیدم برزده همین قمانده تمام لایک بله میفهمم زبانیسای مخفی نباید شدن از گردش ایام هر شام که آید زیپای آن سحری هست باشد سحری بله برای با تشکر برای محتوا تشکر میگویم. در حق ما دعاگو باشید خداوند نگهبان شما باشه. دعای مهاجران را دعای مهاجر میگویند مستقیما میرود بر خداوند. بله من آوازی خودم در این مسکو حالی کار کردم با یکی دیدم که پرامو افیر افسر بگفتم یا بودم در 4 سخنی خودم گل زنم گفتی که با تو همین وقت میبخشی اپا غیرت نمیکردم پرامو ترنسلیت گل زنم دیگه اونجا همین که بیا گفتم به بلا با پسش چی که پیش شود نشد برام گل مثلا باور بکنید همین گفتی که با مخالف و همین چیزا را چی میگن روسیخت اپوزیسیونر رو همش تماشا میکنم همش گفتی که با کدام وقت همش سابشنی میبینم که فلان ساعت سر میشه میبرم تماشا میکنم همین گفتم بیا که بیا چی که پیش شود میبرم سخن میکنم باقی در امان خدا باشه اپا منبر یگان حکومت نیست یگان سیاست مدار یگان سر و نوک بسته ای که میخواد فکر خودش را جاری کند نه این منبر آزاد است هر کس
نه که دارد میتواند آزادانه روشن بیان. بله آقا جان. برادر یا دادر هستند. بله دادر هستند. مالش خوب در امان خدا باشی. وای باشد. فرصتی برای برنامه جدا شده عین حال به آخر رسیده است و در کشور ما شام فرا رسید. شام آمد و پشت آن سحر ماند. دو دیده از قدرت نظر ماند. از بر نماز شام خواندن خورشید به سمت قبله سر ماند. من در عجبم ز بی نمازان در بند گروهشان چی درماند. شام آمد و چشم روز پوشید که آمد و که به پشت در ماند. شاید که در این ورق زنی ها یک چند صحیفه دیگر ماند. همین عمر ما آمد و رفت شب و روز به مانند ورق زنی است، به مانند صحیفه گردانی است که صحیفه میگرداند روز میگذرد، صحیفه میگرداند روز میگذرد و آن اوراق را، ورقای صحیفه را میخوانیم. حادثه های روز ما است و همین کتاب ما یک روز مقابل آخرینش پشته می شود. خیلی که ظفرخان جوهری گفته آمد و رفتی نفس باشد ورق گردان عمر، ختم میگردد به مرگ آخر کتاب زندگی به آخر میرسد. هر یک صحیفه آن را باید احتیاطکارانه باید آنچنان صحیفه گردان کنیم که از هر لحظه آن حلاوت برده باشیم، بهره برداشته باشیم. من میخواهم که همه غمگین، همه مایوس، همه ناامید نباشید. به فردای وطن، به فردای درخشان تاجیکستان عزیز خوب روشن بینانه نگریسته باشیم. آینده البته خوب می شود. خداوند این همه دعاهای شما را مستجاب نکردن نمیماند. همین یک روزه که شما یک روز دیگه گفته میگذرانید برای شاپرک ها، پروانه ها یک عمر حساب می شود، چون که وای همگی یک روز عمر می بیند. همین یک روز را هم غنیمت شماریده به خوبی گذرانیدن. یک بار تبسم زیبای شما را تمنا می کنم، یک بار خرسند شدنتان را آرزو می کنم. تا برنامه های دیگر همه شما را بر پناه پاک سبحان کریم می سپارم. شاد باشید. خیر.